اگر شما هم شکمتون چاقه و هر کاری میکنید خوب نمیشه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. طولانیه ولی قول میدم ارزشش رو داره. بهتون میگم چربی شکمی چیه، چجوری ایجاد میشه، باعث چه بیماری هایی میشه و راه از بین بردنش چیه. چربی شکمی یا چربی احشایی چربیه که دور اندامهای داخلی شکم شما جمع میشه. برخلاف چربی زیرپوستی که میتونید لمس کنید، این چربی اون طرف عضلات شکمه و دور اندامهای حیاتیمون مثل کبد، لوزالمعده و روده ها قرار داره. این چربی یه بافت ساده نیست، مثل یه کارخونه فعاله که دائم در حال تولید مواد التهابی و هورمون هاست. جالبه بدونید که هر سلول چربی شکمی خودش میتونه 10 تا 20 برابر بزرگتر از اندازه اولیش بشه. این خیلی خطرناک. حالا چه عواملی باعث تجمع این چربی شکمی میشن؟ مهمترینش یک، انسولین بالا. انسولین همون که بارها و بارها و بارها راجع بهش صحبت کردم، هورمونیه که وقتی قند و نشاسته میخوریم ترشح میشه. وقتی زیاد ترشح میشه که زیاد قند و